خب یک سوال دیگر وارد شده است با نام اران. یک نفر ایشان پرسیدن که السلام علیکم، چرا ما پارس ها در قوسین تاجیکان مثل توران ها و مانغال تباران ملتگرایی کرده نمیتوانیم؟ یعنی با طرز درستش معنا چون اگر بینید آنها نه بلکه خود را تا آن اندازه رفتن که سینا و خیام و بیرونی و کسانی را از خود شماریده باز تحقیر ملت تاجیک و زمین تاجیک میکنند. و اگر اهمیت داده باشه در 30 سال استقلال یگان فیلم پاتریوتی با طرز درستش گرفته نشده است که تا به جهانیان معرفی خش بکنیم. سبب را التماس شرح بدید. برادر عزیز اران، برای آن ما تا امروز در 30 سال یک فیلم پاتریوتی نساختیم که تاجیک فیلم و وزارت فرهنگ حکومت با تمام دو دستگاهش مشغول فیلم های پورنوگرافی و ضد اپوزیسیا و ضد پیمان و ضد شخصیت های مبارز هست. چگونه اون تاجیک فیلم و اون دستگاه های که باید این کارها را انجام بدهند یا تئاترها، رژیسورهای ما، کتاب نویس های ما، شاعران ما درباره خیام و بیرونی و سینا و فردوسی و امام بخاری و امام ترمذی اثر ایجاد کنند، وقتی که حکومت به اونا سپارش میدهد و اونا هم گوش به قمار حکومت هستند که باید ضد کبیری صحبت کنند، ضد پیمان، ضد فعالان، فیلم بیشرف و شرفناک ضد دیگر مبارزان ثبت کنند و اونها وقت ندارند. اما مسئله در این نیست. مسئله در آن است که شما در اولی سوال پرسیدید که چرا ما تاجیکان ملتگرا نیستیم. برای آنکه ما هنوز از مرحله محلگرایی بیرون نرفتیم. البته خود ملتگرایی هم پدیده مثبت نیست. من طرفدار ملتگرایی نیستم. فرق ندارد اون ملتگرایی تاجیک باشد یا روس یا هر ملت دیگر، بلکه من طرفدار ملت دوستی هستم. ملت دوست هیچ یگان ملت دوست ملتگرا نمی شود و یگان ملتگرا ملت دوست هم نمی شود. این دروغ است که بعضی ها در سینه مشت میزنن که ما وطن دوست هستیم و ملت دوست هستیم، پاتریوت هستیم. بعد جمله بعدیش میاد یا ترک یا مغول یا روس یا عرب یا امریکایی رو تحقیر میکند، پس میزند. من این گونه انسان ها رو نه پاتریوت میدونم نه ملت دوست میدونم. اینا ملتگرا به معنای منفی کلمه هستند و نژاد پرست، فاشیست یا قوم پرست اینا هستند که اصلا ما با اینها کار نداریم، بلکه یک از وظیفه های خود مبارزه با همین گروه های را میدونیم که شعار ملت دوستی، تاجیک پرستی و تاجیک دوستی را پرچم کردند، ولی در اصل آنها کینه و نفرت خود نسبت ملت های دیگر را پهن میکنند. اما چرا دیگران درباره خیام و سینا و بیرونی صحبت میکنند، فیلم میکنند؟ برای اینکه قدرت دارند، برای اینکه حکومتشان حکومت مردمی هست، امکانات دارند و تمام اون دستگاهی تولید کردن اثرها را به این سمت روان میکنند. پیش راه ژورنالیست و رژیسور و سینماساز اینها رو نمیگیرند و اینها رو آزاد گذاشتن که اینها کار کنند. اگر در ما هم ایجادیات، فرهنگ و روشنفکران ما اگر مستقل می بودن، آزاد می بودن، حتما این گونه اثرها رو می آفریدن. اما یک سوال بسیار کلیدی است برادر عزیز. بیاید یک بار مسئله رو از پهلوی دیگرش ببینیم که اگر همین حالا که ما فخر سینا و فردوسی و بیرونی و خیام و حافظ و سعدی و این بزرگواران رو میکنیم، یک بار از خود پرسیدیم که اگر همین بزرگواران زنده میشدن، زنده میبودن و حالا مقایسه میکردن، خب ترک هم دعوای سینا دارد، تاجیک هم، فارس هم، ایرانی هم، افغان هم و جهان هم، چون بعضی شخصیت ها مال جهان هستند. و من چند پیش یک فیلم در تلویزیون آلمان دیدم که درباره ابن سینا بود، چگونه یک اروپایی از انگلیا می رود به اصفهان یا همدان، در آنجا از ابن سینا علم طب را می آموزد. یعنی اروپایی ها حتی اون را نمیگن که این اروپایی بود، بلکه میگن علمش علمی، یعنی مال تمام بشر هست. اما بالفرض حالا اونها زنده شدند و ببینند، مقایسه کنند
و همون ابن سینا کی رو انتخاب خواهد کرد؟ بیاد از روی انصاف و از روی وجدان بپرسیم. و وقتی میبیند تاجیک امروزه رو، تاجیک در چه حال است و ترک رو میبیند که در کدام وضعیت است، یا حتی اگر فارس زبان ها رو هم انتخاب کرد، انیق بدانید که شاید که ما تاجیکان رو انتخاب نکنند، خودش رو یا ایرانی خواهد گفت یا منسوب به یگان قوم و قبیله دیگر. برای چی؟ برای وقتی میبیند که تاجیکی که دعوای سینا را دارد 2 میلیونش مهاجر در روسیه در پدوال خواب است و در جنگل و در بازارها عرب بکشی میکند، حالا 10,000 دیگرش به اروپا هجرت کرده است، فرار کرده است از ظلم و تاریکی که در کشور هست. و از همه مهمش ابن سینا که خودش از دستی ظالمان فرار کرد به همدان، به ایران و در اونجا هم تعقیب شد، جاهایش رو همیشه عوض میکرد برای اینکه تفکر اپوزیسیونی داشت. اپوزیسیا به معنای ضد یک حاکمی ظالم بود، اگرچه خودش در زمان فکر کنم شاه علاءالدین وزیر هم به مقام وزیری هم رسیده بود، اما وقتی که یک شاهی ظالم تر آمد مقام وزیری رو ترک کرد. ابن سینا از ما سوال میکند این ملت من نیست که یک ظالم را، یک محمود غزنوی، یک حالا نمیدونم ضحاک را 30 سال است تحمل کرده ایستاده است. من که مبارزه بردم، این فلسفه و این ایجادیات و ربایی های من همش ضد همین تعصب بود و ضد خرافات بود و ضد ظلم و ضد حاکمان ظالم بود. و پس یا من تاجیک نیستم یا این کسانی که امروز خود را تاجیک میگن و فارس میگن اینا از اون ریشه نیستن و من هیچ ربطی به اینا ندارم. یعنی ابن سینا می آمد خودش را نماینده یک ملت، یک امت، یک گروه می گفت که فکر و اندیشه و ایجادیات ابن سینا را احترام کردند، پیروی کردند و از روی اون دولت ساختند. امروز علم سینا در اروپا، دانش سینا در اروپا، فهمیش و فلسفه سینا در اروپا و در غرب یا یک قسمت محدودش در شرق، در کشورهای نسبتاً پیشرفته مثل ترکیه و حالا ایران و مالزیا و جاهای دیگر، اما در تاجیکستان و در ازبکستان که هر دو دعوای ابن سینا را دارند یا دعوای بیرونی را دارند، درک نه از فلسفه سینا هست، نه از علم سینا هست، نه از دین سینا هست، نه از فهمیش سینا هست. پس سوال اساسی این است که ما چه حق داریم که دعوای ابن سینا و فردوسی را کنیم؟ فقط به خاطر آنکه آنها به زبان ما صحبت میکردن یا فقط به خاطر آنها که در همون نقطه‌ای که ما و شما زندگی میکنیم در همون جا تولد شدن؟ خب در اون نقطه میلیون ها نفر دیگر در تاریخ تولد شدن، یا در نقطه‌های دیگری جهان که از روی فکر، از روی اندیشه اونها به ما نزدیکترند یا ابن سینا به اونها نزدیکتر است. بنابراین برادر عزیز یک کمی طولانی شد جواب، اما این را باید بگم که دیگر سینا رو از خود دانستن، بیرونی رو از خود دانستن دیگر به اون خون و رنگ و پوست نیست، به پاسپورت نیست. ما و شما میدونیم، ما و شما بیزاریم از اون نفری که پاسپورت تاجیکستان دارد و نامش را هم تاجیک گفته است و خودش را پاتریوت میداند، اما دزد است، قلاب است، ظالم هست، دیکتاتور هست. پس به درد ما و شما این گونه تاجیک چی میخورد؟ بهتر نیست که ما دنبال افکار عمومی بشری باشیم، ارزش‌های عمومی بشری باشیم؟ بله، هر کس وطنش رو دوست می‌دارد، ملتش رو دوست می‌دارد. ما هم وقتی که یک تاجیک رو بینیم، یک تاجیک درست و سالم و با عقل پیشرفته باشد، در هر گوشه دنیا فخر می‌کنیم. اما این که ما بیایم رقابت کنیم با دیگران که سینا از ما است، از شما نیست، بیرونی از ما است و از شما نیست، اما خودمان هیچ نزدیکی به فرهنگ و فلسفه و دانش و جهانبینی سینا و بیرونی و سعدی و حافظ نداشته باشیم، از نگاه من یک کاری بیهوده است و خیانت به سینا و به بیرونی و به اون بزرگانم خواهد بود.